برخی‌ها در تاجیکستان میگویند که آنهایی که به تنقید وضع مشغولند توانی دیدن رشد و آبادی کشور را ندارند. شما شامل امین گروه خود را می‌حسابید؟ خب اون آدمایی که این گپا میگن البته اونا پیش از هم من فکر میکنم که کم عقلن. برای اینکه چطور میشد که در این مملکت زندگی کنی و اونا دوست نداری؟ ولی میشد که ما پدر و مادرمون رو تنقید میکنیم برادرات، ولی نمیشد که همه چیز خوب باشد. البته وضع در همون شویتسی که بهترین مملکت جهان است امروز از روی اقتصادیات و دیگر چیز تنقید دارد. نمایش‌های بهترین جهان یا فیلم‌های بهترین جهان حتما تنقید می‌یابند. در تاجیکستان سالهای اخیر نمایشنامه‌های به اصطلاح سیاسی زیاد می‌شود و اکثرا در موضوعهای افراطگرایی و تروریسم مطرح می‌شود در چنین نمایشنامه‌ها. مثلا مؤلف یکی از چنین نمایشنامه‌ها وزیر امور داخلی تاجیکستان است. شما در این باره چی نظر دارید؟ من هیچ نظر ندارم برادر، برای اینکه خوب است که می‌نویسد. وزیری اگر که امور داخلی درام می‌نویسه باشد من خیلی خرسندم از این چیز. ولی و می‌بینم که این مرد یا فرهنگی است یا تئاتر دوست می‌دارد. اما چیزی گفتن نمیتونم برای که هم نمایش ندیدم و هم اون اثر را نخواندم. اگر که خواندم فکرم می‌کردم که به هر حال پلوس است این چیز برای فرهنگ ما. چرا نه؟ استاد یک سوال دیگر، اگر فرض کردیم شما امکانی صحبت و یا ملاقات با رئیس جمهوری کشور رو می‌داشتید، با اون کس چی می‌گفتید؟ او گپی میگفتم خیلی زیاد است برادر. مثلا من میگفتم مثلا میگفتم که رئیس جمهور ببینید پیش از همه میگفتم که دانید که اون مملکتی که شما راهبری میکنید و دوست میدارید من هم همونقدر دوست میدارم. برایش همونقدر میسوزم که اگر چقدر که شما میسوزید همونقدر من میسوزم. اما بیاید یک کار کنیم. من میگفتم 5 سال مهلت دید من یک مقدار پول دید و آزادی دید و بعد از 5 سال تئاتر تاجیک نمیشناسید. سطحش خیلی بلند میبردیم. فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید و اجازه دید که هر چیزی که من میخوام مانم و هر کسی که من میخوام از دنیا دعوت کنم بیان و هر فستیوالی که مثلا من میخوام در تاجیکستان گذارانم. فقط یک مقدار به من پول لازم است و کمانده خوب لازم است و 5 سال انشالله زنده باشیم. بعد از 5 سال تئاتر تاجیک تماما یک روحی دیگر میگیرد. اما افسوس که من این شرایط ندارم که گویم، بلکه پلان‌های زیاد دارم. در حقیقت میخوام صحبت کنم همراهشان و تکلیف‌های چند تکلیف هم دارم غیر از این. شما یک شخصیت شناخته هستید و فکر میکنم نفرانی هستند که میخوان درباره زندگی شخصی شما نیز معلومات داشته باشد، یعنی که زندگی بیرون از تئاتر شما نیز معلومات داشته باشد. میخواستیم فهمیم که چند فرزند دارید و آنها در تاجیکستان تحصیل میکنند یا در خارج هستند و با چه کار و بار مشغول هستند؟ 3 فرزند دارم. آیله دارم. نام آیلم شاعر است و خیلی دوستش هم میدارم. پسری بزرگم بهروز، پسری میانم کیومرس و دخترچه خوردی هم حنا نام دارد و 3 فرزند دارم. بله. همراه با شما در خارج بودن؟ نه، دخترچه خوردی هم همراه من بود با عائلم و اونا با همراه من برگشتن و حاضر که من میرم باز خارجه با مادرم در خانه میمانند. میشود گفت که همسرتون در زندگی و در کار هم عقیده شما هستند؟ نه، میدونید اگر هم عقیده من میبود شاید که اونقدر خوب نبود. ببینید علی شیر، مثلا وقتی که من یک نمایش میمونم و همسرم میبید، من پیش از همه میخوام که همسرم فکرشو گوید، بلکه از اون نگاهش من میفهم که کاری کرده توانستم یا نه. میگه که نشد یا شد یا توانستی یا نتوانستی، یا آغوش میکرد میگه که خواب شوهری من بهترین، یا میگه نه